بلال از کانادا آمدم. دیگه میخواستیم که پیشوتی زیارمل بریم که دکان ماست سرگری. میخواستیم که تو بریم که نکنه کامیجی شما آمدید دیدیمتون. دیگه میخواستیم که اول پیشوتی نرفتیم که ما مهم شده بود. دیگه حالا میریم که هیچ ندیده که چی گپ است میریم پیش. بسیار خوب، تشکر بلال جان. خوش آمدی به وطن. سلامت بسیار زیاد خوش آمدی به برنامه ما. قربانتان بخیر باشین. بازم سلام به خودتان، سلام به بیننده عزیزتان که همین حالا ما را تماشا داره. من امروز از میدان آمدم، از کانادا آمدم و برادرم بسیار زیاد دوست دارم. من بسیار دوست دارم. بخاطر استادم است، بزرگوار است و من چون همه چیز داد به من. شاید که برابر پدرم نیست، چیزی من بالاتر از پدر به من چیز کرده. من بسیار ازش راضی هستم و بسیار زیاد دوستش دارم. و حالا آمدیم که دوجی صاحب کلان برادر کلانم هماهنگ کردم که ما تنها آمدیم که کسی را نگو پس ما بیا میریم حاجی صاحب سرپرایز میگیم چون حاجی صاحب پشت میشه دخ شده بود و بچه چه وقت می بیا که تمریناتم بکو بیا که پشت دخ شده با حاجی صاحب احتمالاً نمیشه مشکل است دیگه نور بریم چی میشه. فعلا حاجی صاحب از آمدن خودت هیچ خبر نداره. هیچ خبر نداره که یک شب اومده پیش رفیقای خود گیره من خبر نمیده. اوه بیخی فامیل سورپرایز کرده بلال جان. فامیل هم میگه هیچ کس خبر بجز حاجی صاحب دیگه هیچ کس خبر نداره. بله چند سال بعد آمدین؟ بعد از 4 سال آمدیم. بعد از 4 سال بله در کانادا بودین. بله. و معلوم میشه ورزشکار هم هستین بلال جان، بدن کبرا و مالا دارین. همین راز بر دوستا بگین که باز منتظر نمیمونیم شما رو میریم. بخیر بشه ها. یکی از تیم ملی پانکرشن تا فایت ورزشکار هستم که فعلا در تیم ملی پانکرشن عضویت دارم در کانادا. دیجه داشتم پیش از اینکه من کانادا برم عضویت داشتم و فعلا از وقتی که کانادا رفتیم 4 فایت کردیم که تمام شب پروفشنال فایت کردیم و همچنان فعلا یک ماه خواستم یک تفریح کنم بیایم افغانستان وطندارا فامیل هم میگیره دیدیم چکرهای وطن بزنیم. بسیار خوب وقت آمدین. وقت چکر و وقت دیدن وطن است. همه جا سرسبز است، همه جا بسیار خوب و بسیار یک فصل بسیار به دل خود آمده. دیگه صحبت‌ها رو به داخل میمونیم. خوب یک گل و ویژام جور کردین. خیلی خاص هم پیسه داره هم گل هم رنگ. والا حاجی صاحب بزرگوار گفتم که یک دو گل برای ما جور که با مادر جان یکی با حاجی صاحب. از مادر جان من سرپرایز کردم رفتم پیشش و حالا میرم پیش حاجی صاحب. بیاین که خیلی شما امروز ما میرین اما قسم میریم که اگر اجازه بدین برام. نه چرا خواهش میکنم صاحب اجازه اگر راحت باشید. چرا نه ما میگم کوئی صاحب راحت هستن چندین بار اومدیم از ما رفیق رسید. ما همیشه برنامه خودتان را تعقیب کردیم دیدیم و میشناسمتان. بچه بسیار با اخلاق بچه بسیار خوبه هست. من دوستتان دارم واقعا بدون کدام گپ دیگه. میریم چرا نه امروز خوشحال میشم امروز ما باشین با خوشی ما یک جای خبر ندارم ما هم تصادفی داریم دیوانان و مشخصا در قسمت‌های پل و باغمی برنامه داشتیم. این مسیر انتخاب کردیم که بلال جان سر بزنه. بریم ببینیم که چیه. صاحب خبر نداره دیگه بریم چی میشه. یک دل ما یک چیز ما بسته کنم که میشناسه نمیشه. یک از حاجی صاحب یاله صحبت هم دارن فعلا با یک از رسانه اینا رو باشه. اینا یک خبر. کجا صحبت آغاز کن. مسیر از گل بگیریم که باز این جریان داره. یک